و حد دشنام نکه دشنام کردن زحمت کشیدی زنگ زدی بر اومدی قبولت کردیم در افیر بر اومدی دشنام کردی یعنی که صدایت نشر نمیشود چی لازمه که خودت یعنی که یک کار میکنی که پیامت نشر نمیشود باید گپی با ادبانه گپ زنی دشنام نکنی مسلمان نباید دشنام کنه دشنام کردن سبب پس شدن ریسک شما میشود سبب زحمت میکشه سر تو بگیره برای یک دشنام کردن سبب میشود که یعنی که الله ریسک شما را چیکار میکنه ضرر در رزق شما داره هیچ وقت مسلمان فحاش نمیشود به مانند اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داره یعنی که فحاش و سخنی پست بزیب نمیگه پیام بر رحمان باید سخن خوب 30 ثانیه گپ زن ولی دشنام نکه حقارت نکه یعنی که تهدید نکه زورواری نکه بله مایل بخشش همه میگم که ما نمی جوان‌ها رو میگن که جوان‌ها آینده میلن ما جوان‌ها در مهاجرتیم این چه میشه برای ما داغ شوه اثر برای گوش شوه بمره اونجا بدرویا او اهل بیت رستم آزاده را تخمینه را او دومودایی که میگه که زنده باش چی نامرد باشم زنده باشم بگیرین دفشین اثر قرار الا اینو ای یتیم این فرخو را کو پول جزیر کرد یتیم ولی ما اگر خودم دایجی هستم اگر نه یا معلومات و یا تیم و ما اینجا کامیرا کنم رویتم کنم تو شایسته تام میکنم بله سلامت باشه برادر سلامت باشه پیام شما رسید وقت نه پروگرام برات اصلا خارج ماری جو پروگرام پول زنید کرد بله سلامت باشه